سلام بچه‌ها. خب الان اومدیم اینجا تیر لیسته و اومدیم این مابای ماینکرافت رو رنگ بندی کنیم. خب بریم سراغ ویدیو. الان ما اینجا فکر کنم نمیدونم 30-40 تایی باشه، ولی دیگه همشو نشد بیاریم. خب بریم شروع کنیم. اولیش علیه. علی ببینین مثلا نمیدونم مثلا میره و اون وسایل رو میاره تو ماین و این چیزا خوبه. مثلا میشه گفت بد نیست علی. آره علی بد نیست، خوبه. یه دونه دیگه آرمادیلو. شما تا حالا کی به دردتون خورده آرمادیلو؟ آخه زین سگم به درد میخوره، واسه آرمور زینه میگم، واسه آرمور سگم به درد میخوره، ولی کلا نه نیستمش دیگه. منم همین چرا اینم چرا وجود داره میذاریمش دیگه. آرمادیلو واقعا دلیلی برای وجود داشتنش نیست. خب یه دونه این از این قورباغه است. قورباغه به کار نمیاد، بریم بلاکاست دیگه. اونم تا حالا واسه فارمی هیچی به کار نمیاد، فقط نور میده. حالا میذارم بد. چرا وجود داره نیست، بد، چون مثلا به بایومش هم خیلی میاد. این آرمادیلو نه بایوم داره نه کارایی. حداقل این مثلا میتونه چیز بشه، از اون نورا بشه. بچه این نظر منه و نظر شما حالا من نمیدونم، نه نظر منه. خب یه دونه این اگزلاتر بیشتر جنبه تزیینی داره، ولی اگه بخوای تزیین کنی خیلی خوشگله. تنها بدیش اینه ماهی ها رو میکشه، پس میذارم بد نیست. خب کمل نمیدونم، ببینید کمل نام کردنش سخته، پیدا کردنش هم سخته، ولی دیگه میشه روش نشست، خیلی خفنه. 2 نفری میشه روش نشست، خیلی باحاله. کلا با اصلا میشه نشست. خب این الان میذارم بد نیست دیگه، چون دیگه نمیشه. واسه ببینم این الان فکر کنم علی باید اول باشه دیگه. آره ولی کامل از اگزلاتر باید جلوتر باشه. خب گربه مثلا من گوگولیه، میتونه پت باشه، یا مثلا میبینین توی مثلا کلیپر از این فرار میکنن دیگه، پس مثلا دورو بر خونت بذاری نمیاد، به این کار میاد. من میذارمش اینجا. بعد این اینجاست، اینو میذارم اینجا. اگزلاتر آشغال تر از اینه. خب مرغ خوبه، چیزی بدی نیست. تخم مرغ داره، میتونی کیک درست کنی، گوشت داره، پرم داره. حالا ترک زیاد به کار نمیاد، ولی حالا خوب نه خوب که نمیشه گذاشتش. بعد اینجا بعد گربه میاد ماهی تا حالا شده به دردتون بخوره؟ ماهی واقعا به درد من که نخورده تا حالا، ولی غذای خوبیه، راحت پیدا میشه. مثلا میتونیم بذاریمش تو بعد قورباغه میشه. گاو یه دونه چرم داره که آرمورای چرمی میشه درست کرد، گوشت داره که میشه غذا داشت باش. به نظر من میتونه بره توی خوب. خر اینو راجبش هیچ حرفی نمیزنم، اینم که دیگه معلومه دیگه، اصلا این اول. آخه این حالا به چه دردتون خورده؟ اصلا پیدا هم نمیشه. رو مخترین موجود بازیه، ولی خب باز چیزیه که باید باشه. خوب که نمیشه گذاشت، این ته میذارمش. بد نیستم، نه بده. اسب باحاله، میتونی راحت باش بری. قبلا ولی نمیارزید، الان باز بیشتر میارزه که میشه کرفتش کرد، ولی اسب میره توی بد نیست. اینجا بعد اگزلاتر جو میشه. خب یه دونه گاو قارچی اصلا خوب، از این بهتره. شیر بی نهایت میگم شیر، غذای بی نهایت میدیم. البته گاو هم شیر بی نهایت میده، اینو حساب نکردم. اینم غذای بی نهایت میده دیگه. خب قاطر اصلا به درد نمیخوره، قاطر هم مثل این خره.
باز خر بهتره، میشه وسیله بود باش. ولی قاطر اصلا خیلی سخته. تو هم خر پیدا کنی، اسب پیدا کنی، بهشون غذا بده، به درد نمیخوره. اینو اصلا حرف نیست. این به درد آخه چی میده؟ خفاش چی میده؟ به درد نمیخوره. چرا میدوه؟ بچه فکر کنم این دو پارچه باید بشه. این روز پلنگ به درد نمیخوره. ولی حالا میتونیم بذاریم روی بد آخره بند. توتی موجود باقال و کیوتیه، مثلا میاد نشونت میشینه یا با آهنگ میرقصه، باحاله، میذارمش اینجا. نه دست که بهتر نیست. خوک برای غذا میده دیگه. این ته میذارمش. این ته بد نیست، خیلی بزرگ شده. خب میدونه پافرفیش بده، چون به درد نمیخوره. تو افکت بگیری که چی بشه. مثلا این خرگوش که حرفی نمیزنه. خب به درد چی میخوره خرگوش؟ به درد نمیخوره. ماهی هم فکر کنم همینجا میذارم دیگه، ولی سالمون بهتره چون بیشتر نه ببخشید این بهتره چون بیشتر پیدا میشه فکر کنم. اینم حالا نمیدونم، ولی خب مثلا این دو تا اینجا میدونم. خب گوسفند فرم پشم میگیری، بد میگیری، کارپت میگیری، کجا رفت؟ گوشت میگیری. خیلی گوسفند خوبه، کنار گاو میذارمش. بچه حالا به نظر منم ولی علی باید بیاد اینجا، نه؟ چون مثلا من الان گاو و گوسفند و این چیزا رو آوردم اینجا، علی باید بیاد اینجا. خب یه دونه گاو میگم، اسب اسکلتی 1/1000 شانسش آخه. این که اصلا راجبش حرف نزنم، به هیچ دردی نمیخوره. کلا اصلا واسه چی اینو رام میکنن مثلا؟ چه به دردشون میخوره؟ اینم بد میذارم. اوی نه بد دارم لیست اصلا گم میکنم. ته بد والا اینم مثل همین، فقط یه ذره چیز بهتره چون راحت‌تر پیدا میشه. اینا خیلی باحاله، میتونی روش راه بری. ولی آره دیگه، ولی هم نداره، میاد اینجا توی بد نیست. اول علی آوردم اونجا، این یارو رو آوردم اینجا. آشغاله به تمام معنا، آشغال. از این خوبه میذارم همین بد آخر. نه بد آخر هم نمیتونه، چرا وجود داره اول. اینا هم باید برم آخر. وایسی من قاطی کردم. خب اینجا میتونه بیاد آخر بعد، چون از اون کلاهایی که هوای آدم بیشتر میشه اونجا تو میشه ساخت. ویلیجر اصلا گاده، اصلا باهاش میتونی فول دایمن چی، البته با این که خیلی خره. ولی خب مثلا میبینی تریدشو ببری بالا و این چیزا، راحت میتونی کلی وسیله بگیری ازش. اینو چیزی نمیگم راجبش اصلا. زنبورم خوبه واسه پوشن سازی و این چیزا، عسل میده به همون بچه. ولی من میخواستم رنگبندی آیرون فارما رو بذارم ولی دیگه نشد، اومدم رنگبندی مابا رو گذاشتم. خب اینجا دیگه کیو اسپایدره، بعد آخر بعد این یارو هم که میتونه بیاد مثلا بد نیست. حالا بچه جوری که با ما رفتار میکنن و نباید حساب کنیم. مثلا گست الان میتونه توی خوب باشه، جوری رفتارشون با ما نیست، کلن چیزشونه، داستان و کاراشون. چه دردی میخوره. قورباغه کجا گذاشتم؟ اینم میاد پیش قورباغه. نه طرف. بعد چرا تو این عکس کنده است؟ واقعیت یه پیکسله. اندرمن خوبه، میتونی چیزی بگیری باهاش، میتونی اندرپل بگیری. ما به چیزش هم باحاله، داستانش هم باحاله. میذارم اینجا دیگه، اینجا گذاشتم. خب فاکس ببینین یه دزده ولی خب بالاخره خوبه، میتونم. خب که نه بد میذارم آخر بد، لیاقتش همینه. خب
بچه من یه دقیقه ریکوردم قطع شد، دوباره گرفتم. خب اومدیم سراغ اینجا. من فوکس رو اینجا گذاشتم، آخر بعد گذاشتم. گوت به درد نمیخوره، میتونه بیاد آخر بعد، چون دیگه نمیشه. ولی ویلیجر بچه من گذاشتمش اینجا مثلا چیز نکنیم، چون این ویلیجره مثلا شما میتونین کلی چیز میرن استیک بهش میفروشن، امرالد میگیرن و میرن آمور دایمندی و این چیزا میخرن. آیرون گولم اولای بازی خیلی به درد میخوره، فارمش هم خیلی به درد میخوره. میتونه بیاد توی اول خوب که نه، مثلا میتونه بیاد بعد علی. اینم کنار خودش. این دوتا موجود اصلا به درد نمیخوره دیگه، خودتونم میدونین دیگه، تریدای چرت و پرت. البته لید میدن ولی خب لید به چه درد نمیخوره. پیگلین اینجا با این میتونی راحت ترید کنی و این چیزا، مثلا اگه تو ندر گیر بیافتی و اینا. ولی باز به نظر من بده. خرس قطبی هم همینه واقعا. خب چرا هست؟ دولفین چیز باحالیه، بهت افکت میده، میتونه بیاد بعد از خب عنکبوت هم میتونه مثلا بیاد توی که نه، سناریوش خیلی اشکاله. خب بچه من یه دونه رویجر هم برداریم. رویجر یه دونه دیگر برداریم. اسلایم خوبه، مثلا استیکی پیستون و لید و این چیزا میشه داشت کرد. البته فکر کنم لید دستور ساخت جدید پیدا کرده، میاد توی آخر بعد. خب بچه ها امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت دنبال یادتون نره بچه. این نتیجه رنگ بندی بود دیگه. اینجا ویلیجر فعلا گاد شده، برای پارت آخرش هم اگه خوب هم یاد بشه میام اینا رو هم رنگ بندی میکنم. با یه ویدیو دیگه خدافظ.